بنده که پابجی بازی نکردم، اما کسایی که بازی کردن میگویند که محظوریت و ممنوعیت شرعی در آن نیست. به صورت کلی بازی که در آن تعظیم غیر الله نباشد، یعنی این که تعظیم به بت نباشد یا تعظیم به صلیب نباشد، و دیگر این که در آن شرط بندی و قماربازی نباشد، یا این که منجر به ترک واجب شرعی مانند ترک نماز نشود، مانند ترک خدمت پدر و مادر، مانند ترک واجبات زندگی زناشویی و حق زن و فرزند نشود، در این صورت از نظر شرعی اشکالی ندارد و در حد سرگرمی جایز هست. منتها انسان نباید خودش را به یک بازی به گونه‌ای عادت بدهد که در واقع از کار و زندگی بیفتد. اما اگر این محظوریت ها را نداشته باشد، اساساً از نظر شرعی هم جایز هست.